میگوید که آنها را به جنگ میبرند و زیر فشار قرار دارند. وی گفت زندانی ها را مجبور میکنند که گویا اختیاری به جنگ روند. دلفوزه از ازبکستان به مسکو آمد تا به پسر زندانیش نزدیکتر باشد. فرزندش را سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر در اینجا زندانی کردند. پرسیدم که چرا این کار را کردی؟ چرا فکر مرا نکردی؟ وی گفت بیگناه است. در مسکو دلفوزه در دو جای کار میکند. روزانه فراشی و شبانه چون نگهبان کار میکند تا تواند برای پسرش غذا برد و کمک کند. ماهای اخیر مادر را سرنوشت پسرش سخت نگران کرده است. میترسد که او را به جنگ میبرند. ما آنها را برای جنگ روسیه تولد نکرده ایم و میگوید که ما را نمیزنند، جنگ نمیکنند، ولی فشار روانی میآورند. حتی اگر 1 دقیقه دیر کنید جزا میگیرید. میگوید تصادفاً اگر شما با پایافزول خانگی برآیید در تهخانه محکم میکنند. پسر من 10 روز باز در تهخانه است و بچه جوان است. برای همین آنها خسته شدیم گفته به جنگ میروند. دلفوزه 20 سال پیش شوهرش را از دست داد و با 2 فرزند تنها ماند. در ازبکستان با کشاورزی مشغول بود و شیر میفروخت. و دلیل تنگ دستی پسرش بعد ختم مکتب تحصیل را ادامه نداد و برای کار به روسیه رفت و زندانی شد. و مادرش گفته است او را فریب کردند. اوتابک محبوس دیگری ازبک میگوید اکثر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در زندانهای روسیه محض با اتهام قاچاق مواد مخدر ادای جزا میکنند. برخی برای آسان به دست آوردن پول به این کار دست زده، گروه دیگر به دام فریب افتیدند. اکثریت چنین زندانی میشوند. مثلا به کوریر زنگ میزنند که یک بسته ای را به کدام خیشش رساند. کشادن دیدن آن منع است. در آن بسته نشأه میگذارند. یک جوان کوریر را انا همین طور بازداشت کردند. از شما احتراما خواهش کردم میشه که کسی که در راسته کوریر کار میکنه زکات پراورکا کنه، برادرو با زکات بگیره. این جوانی تاجیک هم که در روسیه چون کوریر یا خطکشان کار میکند میگوید میانه های ماه سپتامبر محض به چنین حالت روبرو شد و قریب بود پایش تا زندان کشانیده شود. باید من زکات باید برام بتم. در دوری این اهدیدست برادرو در دوری زکات مواد مخدره. اینا ما اجازه دارم کارگرای مقامات حفظ حقوق روسیه را جدی باشه و احتیاط کنه. برای قاچاق مواد مخدر در روسیه 20 سال زندان پیش بینی شده است. برای کم کردن مهلت ادای جزا برخی از مهاجران آمادند به جنگ روند. چندی پیش شناسای من برای رفتن به جنگ قرارداد امضا کردند. به آنها گفتند اگر از شهروندی خود در ازبکستان دست کشند به جنگ برده میشوند. آنها امضا کردند. به نقل اوتابک نزدیکان زندانیان تلاش دارند آنها را برای ادامه ادای جزا به وطنشان بفرستند، اما به نتیجه. دلفوزه هم برای استرداد پسرش از روسیه به ازبکستان به همه جا و پرزیدنت مراجعت کرده است. والدان محبوسان تاجیک روسیه هم میگویند بارها با این درخواست به مقامات مراجعت کردند، اما درخواست‌هایشان بی‌حاصل بوده است. هزاران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی حالا در زندان‌های روسیه ادای جزا می‌کنند.